درود دوستان، من نیچر توریست هستم، طبیعتگرد. حتما منو سابسکرایب کنید. فارسی هم زیاد خوب نیست، ولی با این وجود قراره که زیبایی های ترکمن صحرا رو بهتون نشون بدم. قراره که کلی بهمون خوش بگذره. قراره با هم بریم توی طبیعت کمپ بزنیم، انفرادی و ممکنه هم گروهی هم تشکیل بشه کمپ هامون. و اینکه قرار ماهیگیری کنیم، کشاورزی هم داریم، موتورگردی و جنگلگردی هم داریم، پیاده روی و کوهنوردی هم خواهیم داشت. شما میتونید از طریق فضای مجازی اقامتگاه‌های موجود در ترکمن صحرا رو پیدا کنید. اگر هم از خود من درخواست کنید، من خودم براتون معرفی میکنم که اقامتگاه مناسبی رو انتخاب کنید، یه چند روزی رو اینجا اقامت داشته باشید و کارهایی که من اینجا انجام میدم رو شما هم بتونید تجربه کنید. بیایید توی مناطق جنگلیش کنار رودخونه ها ماهیگیری کنید، توی طبیعت آشپزی کنید و چند روزی که اینجا مهمون ترکمن صحرا هستید بهتون خوش بگذره. درود. یخ زده، هوا از بس که سرده شبنما یخ میزنه اینجا کنار رودخونه. بریم که یه برنامه خوب داشته باشیم. اینجا محل عبور خوکه از داخل جنگل ها یا میرن تو آب. خب خیلی سرده.
روشن کردن آتش توی طبیعت کار واقعا سختی. و اما دود، من عاشق این دود آتشم. میدونی چرا؟ از نظر من اینطوریه، نمیدونم حالا از نظر علمی چطوریه. دود باعث خشک شدن چرک و عفونت بدن میشه. عقیده من اینطوریه، چون وقتی جلوی دود وای میسی اشک و آب بینی سرازیر میشه. خب بریم یه خورده هیزم بیاریم. موتورمون هم که اونجا گذاشتیم، جاده است اون بالا، این پایین هم که اینجا رودخونه است. این نیایی که اینجا میبینید معمولا کنار رودخونه ها سبز میشن. اول یه سر به رودخونه بزنیم ببینیم چه جوریه وضعش. دوستان امروز میخوایم در دو مدل آشپزی کنیم. آشپزی که البته نمیشه گفت آشپزی خاصی. در دو مدل میخوایم که ماهیایی که میگیریم رو پختش کنیم. یکی کبابه که سیخش میکنیم و بعد روی زغال کبابشون. اون یکی هم سرخ کردنه، توی ماهیتابه سرخشون میکنیم. البته اگه ماهی گیرمون بیاد. این درخت برای شکستگی خیلی استفاده میشه و مردم بر این باورن که تأثیر چشمگیری توی بهبودی شکستگی ها داره. درخت انجیلو. بریم سراغ ماهیگیریمون. بیشی از نیمی از روز گذشته ولی خب هنوز نشده که ما ماهی بگیریم. یه دونه ماهی گرفتیم که البته اونم پیداش نکردم، افتاد تو آب. گذاشتم کنار رودخونه، احتمالا افتاده تو آب. بازم ناامید نمیشیم، بریم ببینیم چی پیش میاد. یکی از دلایلی که نمیشه الان این موقع از سال ماهی گرفت دلیلش اینه که آب به قدری شفافه، به قدری زلال و شفافه که نمیشه ماهی گرفت، وگرنه ماهی ها از دور دیده میشن. ولی وقتی نزدیکشون میری در کوتاه مدت نمیشه گرفت، باید تور رو بذاری چند ساعت بعدش بیای نگاه کنی، چون خب میبینن آدم اطراف رودخونه است، از اون محل پراکنده میشن. اینجا باید از اینجا بپریم، فاصله‌اش هم 2 متری هست.
بله انگار بازم ماهی گرفتیم. ماهیاش ریزه ولی خوشمزن. اون ماهی رو میبینین اونجا گیر کرده توی تور، بگیریمش. قراره که زیبایی‌های ترکمن صحرا رو بهتون نشون بدم. به بریم اینجایی که ماسه داره، شن داره، تمیزتره. بریم سراغ پاک کردن ماهیا. اول از همه فلساشون رو میگیریم، درسته؟ اینا چیه؟ من با کمترین تجهیزات شروع کردم به فعالیت توی یوتیوب. ببینیم که با کمترین تجهیزات هم آیا میشه موفق شد. آیا واقعا تجهیزات مهمه یا اینکه نه خودت واقعا علاقه داشته باشی به فعالیت توی یوتیوب و اینکه یه خورده خلاقیت و اینکه منابع و محتواها موجود باشه برای فعالیت توی یوتیوب. با هم ببینیم که آیا واقعا منم میتونم توی یوتیوب موفق بشم. به خدا این منظره رو نگاه. خود همین یه تیکه
ارزش لایک نداره. خود همین یه تیکه از ویدیو ارزش سابسکرایب کردن نداره. بریم ببینیم که آتیشمون چطور شده، آیا زغال شده یا نه. خب به نظرتون کبابش خوشمزه میشه یا سرخش کنیم؟ هر کی تجربهشو داره توی کامنت ها به همون بگه. آتیشمون هم که به راهه. به به به. وقتی میای توی طبیعت یکی از جذابترین قسمت هاش اینه که الان بهتون میگم وایسا، اینه که ما به این میگیم که قالدو. مهمترین و جذابترین قسمتش اینه که یه چای آتیشی خفن داشته باشیم. یه چای آتیشی واقعا توی طبیعت، تو اونم تو سرمایه هوا. و مهمترین قسمت طبیعت گردی چای آتیشیشه. روغن اضافه می‌کنیم. میذاریم روغنمون سرخ شه قشنگ. بعد ماهی رو اضافه می‌کنیم. یه خورده روغن بیشتر بریزم. این روغنی که میبینید روغن طبیعی آفتاب گردانه. مسلما طعمش رو متفاوت خواهد کرد. ماهی رو قبلا ما نمکش زدیم، آماده است. بعد کافی روغنمون سرخ بشه. یه دوری هم به این سیخ کباب بدیم. حالا ماهی ها رو اضافه میکنیم. فکر کنم یه خورده دیگه روغن لازم داره، چون اگه روغن به ماهی ها نرسه اون قسمت هایی که روغن کم میرسه میسوزه. همین یه خورده دیگه روغن اضافه کنیم. همونطور که گفتم صفای رفتن به طبیعت چای آتیشیشه. تا اینا سرخ بشه یه چایی هم بخوریم. حواسمون به سیخمون هم باشه که ماهیمون نسوزن.
قراره که زیبایی های ترکمن صحرا رو بهتون نشون بدم.